این عکسای قشنگ از زندگی های لوکس رو ببین پاتری. هی اختاپوس، آدمایی تو این مجله چجوری این همه پول گیر آوردن؟ اونا کارآفرینن، اونا به مردم چیز میز میفروشن. چجور چیز میزایی؟ خودش پاتریک، ما هم باید کارآفرین بشیم. درد داری؟ بله آقا، مغزدار یا بی مغزدار؟ جدید پیدا کنیم، یه راه جدید و موثر. فهمیدم، بیا لاخشیم. نه اونو بذار واسه وقتی که رفتیم توی کار املاک. بله من عاشقتم. ما شکلات میفروشیم. مادرتون منزل هستن؟ آره، ما خواهیم به اون شکلات بفروشیم. اما این شکلات واسه خوردن نیست، اونا واسه اونا رو میمالم به پوستتون و برای همیشه زنده میمونی.